حالی که تو اون نوبت اول 100% امتحانی. بیا با من باش. ببین از مبحث رادیکال ها توان برات سوال اومده. هر گاه دو تا رادیکال داشتی فرجه هاش با هم برابر بود، میتونی دو تا رادیکال در هم ضرب بشن. ولی ماقبلش اگه عددی باشه اونم در هم ضرب میشه. میشه 3 5 تا 15 رادیکال به فرجه 3 4 تا 8 میشه منفی 8. منفی 8 به فرجه 3 میشه چه عددی به توان 3 میشه 8 یه منفی هم داره میشه 15 ضرب داره. منفی 8 به فرجه 3 میشه منفی 2 تا 15 میشه منفی 30. بیا بزنیم نگاه کن. از مرکز توان برات سوال اومده. اینجا یه توان منفی داره خودش رو می‌نویسی میشه 4 توان منفی 3. این توان ها در هم ضرب میشه 2 3 تا میشه 6. 4 به توان 6. هرگاه در ضرب اعداد توان‌دار پایه‌هات با هم برابر بود یکیش رو می‌نویسی توان‌ها رو با هم جمع میشه. منفی 3 به اضافه 6 میشه مثبت 3. تمام.